رئیس شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده روز 19 سپتامبر سال 2022 در واکنش به حوادث خونین در مرز با قرقیزستان، قتل و خونریزی‌ها به خصوص قتل مردم آسایشته به ویژه در مسجد دهه افش قلچه نویه باباجان غفورов را محکوم کرد. نیمه دوم روز 16 سپتامبر بر اثر حمله هواپیمای بی‌سرنشین قرقیزستان به مکتب و مسجد افش قلچه 18 نفر کشته شدند. 12 تن از این قربانیان در درون مسجد هدف حمله قرار گرفتند. ظالمان ناکام و هر مغرور مغلوب است. ظالم برای آن ناکام است که بالای انسانهای آسایشته بی سلاح خصوصا نمازخوانان مسجد تیرخوری میکنند و این ظلم حساب می شود، چرا که در آن مسجد انسانهای آسایشته قرار داشتند، نه آدمان سلاحدار روانه به جنگ. این آدمان با مقصد به مسجد رفته بودند که پروردگارشان را سجده کنند و با شکرگزاری برای پایداری صلح و ثبات و آسایشتگی تاجیکستان دعا نمایند. گفته سید مکرم عبدالقادرزاده وابسته به حمله روز 16 سپتامبر نیروهای قرقیزستان به مسجد افش قلچه نویه باباجان غفورov. سید مکرم عبدالقادرزاده که این سخنان او را خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور نشر کرده است میگوید نواری رو دیدم که چند نفر نظامیان قرقیز در سر کامپیوتر نشسته با دیدن ترکش مسجد مذکور قهقه و کف میزنند، مثل اون که گویا دنیا رو گرفته باشند. چه قهرمانی کردن آنها! مستفیدان صلح‌خورده رو که برای عبادت به مسجد رفته بودند قتل کردند. این وحشانیت نیست؟ از این رفتار آنها انسان در حیرت میماند. عقل کجاست؟ انسانیت، شرافت و ننگ و ناموس کجا شدند؟ باید که شخص مسلمان همیشه از روی عقل و خرد و دور اندیشانه عمل و رفتار نماید. به عقیده مفتی تاجیکستان به قتل رسانیدن اهالی آسایشته چه در مسجد چه در نواحی نزد مرزی گناه عظیم و نابخشیدنی است. این تجاوز است، این زورآوری است که آدمان را برای وطنشان، برای خانه و درشان آمده میپرانند. آنهایی که خون ناحق ریختند برای هر قطره آن در این دنیا و آخرت جزا میبینند، زیرا خداوند بیگناه به قتل رسانیدن انسانها را نمیبخشد و آنها حتما جزایش را میبینند. گفته سید مکرم عبدالقادرزاده مناقشه مسلحانه روز 16 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که از جانب قرقیزستان دست کم 59 کشته و از طرف تاجیکستان 41 کشته را به جا گذاشت، خونین‌ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی تمام آسیای مرکزی در چند ده ساله اخیر شمرده می شود.